ولی رحمتچو امسال فرزندش را به صنف یکم میبرد. میگوید وقتی حجت‌های پسرش را برای قبول به مکتب برد به او دستور دادند که برایش لباس یگانه خریداری کند و گواهنامه‌اش را همراه حجت‌ها به مکتب سپارد. چیزابته برد گو قبولش نمیکنه. حجت‌هاش بافتم برای چی قبول گو برای پوشاک یگانه. بعد روز دیم روز بچه ما روی کم گفتم بگی دلارا با پیش ما بیا بردمش با پیش گفت برای پوشاک یگانه بگی گفتم معلم جان فرزند ما دو راه پوشاک یکاش میپوشه گفت با ما فرقی نداره برای پیش اپای گلسیم پوشاک یگان کفتن زد. ولی رحمتچو میگوید ارزش لباس یگانه برای خوانندگان 250 سومانی است و در شب و روز پاندمی کرونا ویروس نمیتواند این مبلغ را پیدا کند. مجبور شده است از بالای مکتب به نهادهای حفظی حقوق شکایت برد. شکایت به коррупсия کاغذ دادم مکتوب کم تا معاون وزیر معارف در خودش ده مکتوب کردیم با وزیر معارف یک غریزه در коррупсия دادم امروز غریزه دیگه در پروکراتوره برای چی گفتم با داد ما کم بغل یک معنی پر رنگ ما ور کم بغل نه که معلمه با گردن نمیگیره تا فرمت نباشه ما فرزند را قبول نمیکنه داد ما با کی بگم. اما مسئولان اداره معارف شهر کلاب میگویند خرید لباس یگانه مکتبی مجبوری نیست و تا امروز در این باره شکایت از جانب والدین به آنها نرسیده است. چند سال پیش از مسئولان مکتب‌ها تقاضا شد که رعایت حتمی پوشیدن لباس‌های مکتبی را نظارت کنند. اما والدین میگویند که در این شب و روز دیگر توان خرید لباس به فرزندانشان را ندارند و به آنها لباس‌های برادر و خواهرانشان را میپوشانند. ندارن همونجا بدیم بعضی مسلمانایی بود که همون پدر و مادرایی بود که زورشون نرسید به همین فرما نه که حقارت که پر اومدن رفتن اپای گلیسن گرفتن مجبورن گرفت دیگه ما که زورم نرسید نگرفتمش. دستور لباس‌های توصیوی یا یگانه برای خوانندگان مکتب‌های میانه تاجیکستان در سال 2007 از جانب وزارت معارف توصیف شد. والدین میگویند مؤسسه‌های تعلیمی هم به آنها توصیه می‌دهد که از کدام شرکت برای فرزندانشان لباس خرند.